سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سکوی پرتاب و راکت زلزال سفروندی رو مشاهده می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سامانه موشکی سوخت جامد زلزال رو مشاهده می‌فرمایید که همچنان از مقابل جایگاه رژه می‌روند. سامانه موشکی سوخت جامد زلزال. الله اکبر. اینجا شکوه دلیران کربلای 5 است. اقتدار مردان مرد بالفجر 10 بالفجر 8 است. اینجا سامانه موشکی فاتح 110 نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. سامانه موشکی فاتح 110 رو همچنان مشاهده می‌فرمایید. سامانه موشکی خلیج فارس در اختیار نیروی هوافضای سپاه. امت سرفراز به خود ببالید که این گونه پر اقتدار موشک شهاب 2 رو مشاهده می‌فرمایید. در هر کجای ایران سرفرازید، اینان اقتدار اسلام، شکوه ایران و نماد مقاومت ملت سرفرازی است. موشک‌های شهاب 2 در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. همچنان سامانه موشکی شهاب 2 در حرکت است. سامانه موشکی میان برد قیام در اختیار نیرو هوافضای سپاه که میان برد قیام رو ملاحظه می‌فرمایید. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و این ای امام عزیز، اینان سربازان تو اند. سامانه موشکی دوربرد قدر اف. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. ای امام، ای روح خدا. اینجا کنار حرم و بارگاه و مضجع شهیدان شاهد رژه سامانه موشکی دوربرد قدر اف رو در چندین فروند مشاهده می‌فرمایید. بینندگان عزیز، هر کجای ایرانید به اقتدار اسلام و شکوه شهیدانتان ندای الله اکبر سر دهید. بالاترین ذکر سامانه الله اکبر است. بالاترین ذکر شکوه اقتدار لا اله الا الله است. و این سامانه موشکی دوربرد سوخت جامد سجیل در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ما تا آخر ایستاده ایم. اینان از برکت دلیرمردان رزمنده 8 سال دفاع مقدس است. در ابتدای جنگ سلاحی نداشتیم، اما امروز موشک سجیل در اختیار داریم. سامانه هایی که ملاحظه می‌فرمایید در اختیار نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. موشک پدافند هوایی صیاد 1، همچنین موشک پدافند هوایی صیاد 1 رو مشاهده می‌فرمایید که به زیبایی از مقابل جایگاه حرکت می‌کنند. ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی. سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سام 6، باز هم سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سام 6 رو ملاحظه می‌فرمایید. یاد شهیدان بخیر، یاد دلیران بخیر، یاد رزمندگان بخیر. سامانه موشکی بهینه شده پدافند هوایی سام 6 رو ملاحظه فرمودید که از مقابل جایگاه رژه می روند. باز هم شاهد حرکت یگانهای محمول نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستیم. سامانه موشک پدافند هوایی تورم 1 که فرماندهی موشکی زمین به زمین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با در اختیار داشتن سامانه‌های موشکی سوخت جامد و دوربرد سجیل با برد 2000 کیلومتر و سامانه موشکی سوخت مایع از افتخارات سپاه پاسداران